بسم الله الرحمن الرحیم. من پروگرام ورد درس امروز که از تکست افکت است. توسط این کمال می توانیم که به نوشته خود افکت های مختلف بدهیم، مانند اوتلاین، شادو یعنی سایه، انعکاس و دیگر افکت ها. انعکاس و دیگر افکت ها. خوب ببین شاگردا. Welcome to دانشمال دیتی کلاس. دیمیم اینجا افکت دیزاین چی تکست کدامش؟ ریزن ها سنیست دیگه. خط بیرونی که حالی سفید معلوم میشه، یه چه میگه؟ اوتلاینش باید سرخ باشه. اوتلاینش سرخ شد یا نشد؟ میشه که اوتلاینش دبال نازک اینجا خطش دبال میشه نه نازک میشه نه. دیزاینش باید به شکل شد. دیزاینش هم تغییر شد یا نشد؟ میبینی؟ اوتلاین خط بیرونیش یه سه نیست. خط بیرونی از این یه سه نیست. اینجا اوتلاین باید چی میگه؟ اوتلاین بیره با چی؟ اوتلاین دیزاین. که در تکست بیرون باشه داخل باشه. خب اوتلاین هست یا نیست؟ اوت در تکست بیرون هست. بیا اینجا میم که مور کالرز دیگر رنگ ها را میخوایی. رنگ ها اینجا مختلف است. یا کستم دلخواه جور میکنی. رید گرین بلو. شما میتونین اگر مردم است نمبر رنگ یاد داره کدام هر رنگ که تیپ کنی او رنگ میتونه که بکشه که کدام رنگ میگه. ده هو سیت یا لام اینی هم رنگ هست و اینی. پس ما میخوایم که نه اوتلاین ایسی باید سرخ باشه. اشکال خونه ایست اوتلاین فهمیدی؟ خط بیرونی نوشته دیزاین میده، ستایل میده، هر چیز میده با خط بیرونی نوشته. دوام کمن شروع یا شروع سایه میده نوشته. کدام شکل؟ این شکل سایه باید بگیره نوشته. سایه دیزایندار نیست. میخوای سایه اپشن سایه را بری اینجا شروع. کدام شروع میگی؟ ترانسپرنسی شفافیت داشته باشه نه. سایه باید شفاف نباشه. شفاف با ایمانم پشت سرش که چیز معلوم شد جالش کلانش بگیره شفاف تر میگه. میردان است و ترانسپرنسی سایز شروع کلان باشه، خورد باشه. بلور خیره باشه نه، حالات یادی باشه. به کدام طرف زاویه باشه. دیستنسی که در دور باشه. دیستنس چی میکنه؟ دور زاویه میدانی برش.
به شکل خوب میشتور سایز بلور هم خود مکمل ختم میکنه به شکل بلور شد صحیح دیگه مشکل نداریم یعنی سایز به شکل کم خیره دادن دیگه اگر خیره تر سایه میدیم معلوم نمیشه همون سایز چیز دیگه کمندش چی میکنه اوتلاین و ریفلکشن دو کمندش پامیدی سوام دو کمند اوتلاین و شروعش پامیدی ریفلکشن انعکاس داده میداره منوشته پولیش اینا یا دا آب که چیز باشه ریفلکشن انعکاس که نشان میده کدام شکل نیست ست نشده میتونی یکم جدا جدا بتی خب ما یک نوشته یک دفعه گرفتم reflection option شروع هاید میکنم کدام دیزاین گینه اینی شفاف نباشه بیخی سایزش مکمل باشه چرا که نسبه خوی معلوم نمیشه صحیح بلور نه نباشه بلور دستنس چقدر دور باشه این نوشته چی شده دور کردیم شروعشان است شروع مانا سایه بایی نوشته داره ریفلکشنشان است انعکاس داره ولی انعکاس میکنه ببینی یک لای نوشته چند لای نوشته معلوم میشه 4 لای بعد از این گلو 4 پیرش که رنگ میده او بنامی چی میشه گلو زیر تکست نوشته که رنگ میده دیزاین میده ایره گلو میگه گلو هم اپشن داره میدنی زیاد کم کنی گلو هم چی داره اپشن داره یا مور کالرز به شکل گلو یا گلو میمنی گلو اپشن ریفلکشن اینجا نیست کدام چقدر سایز باشه گلو کم باشه سایزش نه متوسط باشه شفافیت داشته باشه یا نداشته باشه شفافیتش گلو چه میکنه سال کم میکنه پرسیس دیزاینش هست خدا می هر رنگ چی داره جر شده داره دیزر حالا خب مشکل دی نیست گیم کابل دیره چی شده؟ نشته شده کدام قسم نشته؟ دیزاین دار از کجا جور کرده؟ دایی 4 کمنت اگر سوال باشه میتونی پرسند هست سوال؟ میتونیم که در جای اتمی رنگ عکس این تو کارمنده کجا؟ زیر نوشته؟ نه در جای اینجا در خود نوشته؟ نه در خود نوشته نیست این رنگ سودا است نه در جای نه اینجا اکثر کنه میتونه چرا که او کمان براوز نداره نمبر ستایل لگریت او ستایلیست هم ستایل است کندو پلس مساوی یا اینجا میم نمبر ستایل کدام ستایل بگیرم ستایل میگیرم
گرفت یا نگرفتم؟ یه چیز این نمبر ستیلس کدام ستیلس؟ نمبر ستیلس. دیگه استی و اس و اینجا میبینید چسبیده شده فایل. یه حرف جی اند و اس نیست. سالی حرف اند از اند واره خلاص شد یک ستیل دادیم اینا. یعنی اینجا چی بود؟ ستیل ها موجود بود. آوتلاین خط بیرونی میتونستم بدهیم بنوشتم. شروع سایه میتونستم. ریفلکشن انعکاس بلو 4 4 پیر عکس رنگ نمبرک ستایل اوزا لیگریچر رو ستایلستیک سرز. دیگه سوال باشه مشکل باشه میتونیم پرسیم. هرچی که با تکست داری با نمبرم داده میتونی. خوب اینجا بیا انتخاب کده برو اینجا بیا انتخاب دیدی؟ هرچی که تکست بگیره و نمبر میگیره. مشکل دوام کامنت داریم هایلایت. کدام کامنت است؟ هایلایت. توسط این کامنت میتونیم که تکست دلخواه را نشانی کنیم. نوشته دلخواه را نشانی کنیم. آلت داره. چرا که اکشن کمان خو نیست کنم. اکشن کمان من یک دم موجیم. این بار رفته میتونی بی رقم. مثال آل پلاس اچ پلاس اف تی دیگه باز اینجا. این اکشن شرکتی نیست. و دیگه هم آل پلاس اچ اس فکر میکنم. آل پلاس اچ پلاس چی؟ آی. ایتا آی است. آی است. اکولار ایندی اشاره میکنیم. این نوری ما بسیار مهم است. خط پانتون گیگان قرار نشانی میکنیم. اینی بسیار مهم است. اینی مهم است. میدونی میشه نمیشه نشانی کردن دست کی کنه کی چپتر دونه که وارد نشانی وارد نشانی ده من زویسه انتخاب اینجا بیا نو کلر یا میخیامیش به اموهیلتر آن میکنه آن شده هر جگه دلخواهت بود. میبینی و اگر stop میکنی stop نمیشه اینجا بیا stop highlight stop شد. اگر بخوایی رو پاک کنی no color دیگه کمان است text font color font color توسط این کمان میتوانیم که با نوشته خود رنگ بدهیم. توسط این کمان میتونیم که با نوشته خود چی بدهیم؟ رنگ بدهیم. ببینی شاید تکست مختلف داده میتونیم رنگش اینجا به کدام قسم رنگ باید نوشته بگیرم
یا مور کالرز دیگر رنگ ها نوشته است. اینی یا کستم دلخواه یک نوشته برش رنگ برش. رنگی چی داده میتونیم؟ رنگی نوشته. کدام رنگی تو برش رنگ کستم. اینجا مینه گریدینت. گریدینت که بیم شگردان نوفل هیچ رنگ نباشه. نوفل چی بنا؟ هیچ رنگ نباشه. سولاید فل یک رنگ باشه. گریدن فل چندین رنگ باشه. سولاید فل یک رنگ کدام را؟ دلیل. هر رنگ نمیشه. فرق نوفل که رنگ سفید چیه؟ نوفل امور هست هیچ رنگ نباشه. هیچ سفید هست نیست. مرنگش هست نیست. بگردان است؟ نوفل است. یعنی رنگ نداره. نوفل اگه تکس هیچ دبینش رنگ نیست. تکس هست و رنگ نداره بیخی. ابجکیش هست. اینجا اگر شما سولاید فل بی سفید رنگ کی بگیری خب رنگ داره خودی مگر داخلش پر است. نوفل و سولاید فل اینی. اگر بیم اینجا گریدین فل چندین رنگ کدام قسم؟ اینی هر رنگ. یک استاپ دیلیت. یک استاپ اینجا جور میکنم. کدام رنگ پر استاپ میتی؟ اینی رنگ. دیگه استاپ اینجا جور میکنم. کدام رنگ میتی؟ اینی رنگ. دیگه استاپ اینجا جور میکنم. کدام رنگ میتی؟ اینی رنگ. دیگه استاپ مثال اینجا جور میکنم. استاپ کمی طرف میکنم. کدام رنگ دی استاپ میتم؟ مثال اینجا. نشته دیزدار شده نشده. میشه که نوشته ریتیکال. میشه که نوشته لینر. کدام شکل باشه؟ لینر. چی؟ نه این نقطه باز. یاد میگیری. منظورم چیست؟ شاگرد کار چیست؟ چی؟ یا سود مثلا دین در دادن سیستم رو خیلی کنه قد چه واسه؟ فشت؟ دین بسنای افتین. افتین هست؟ ستاپ کی؟ اگه میخوای که ستاپ شد نه. افتین و افتین. خب کالر هاست رنگ هاست مختلف. میشه که یک ستپ چه شکلانه خورد کنی. میشه که ستپ به این شکل بگیری. پوزیشن ستپ کجا طرف میبری. یک پوزیشن هست هر کدام که این جا باشی پوزیشن حرکت میده. ترانسپرنسی. ترانسپرنسی معنی شفافیت میده. ببین ترانسپرنسی اینجا امپاکت اینجا ما عملی برای شما کار کنه که ترانسپرنسی و هایلایت زیاد مردم نمیخواد. هر رنگ که باشه اینجا ما میم سین تو باک برش میگم. سین تو بهندریکس میبینی؟ کجاست بهندریکس هست یا نیست؟ و ترانسپرنسی اگر ما گریدین ای ترانسپرنسی میم یا خود می نوشته انتخاب کرده شفاف میکنه نوشته میبینی؟ نوشته میبینی شفاف میشه پس اگر برایتنسش بگیری سفید و سیاه یه برایتنسش هست میبینی؟ از کل گنیش اگر آره سفید شد یا نشد؟ چرا یک دانه سفید میشه گنا؟ نه پس به حالت نرمال باشه که ترانسپرنسیش کم شده نه زیاد شد شفافیت شفافیت این معنی پشت سرش یک چیز معلوم میشه دیگه یک قسم نشه اینجا کشی
سرش سیاه معلوم میشه؟ اینجا بیا پھر ما میگیرم یا کرام مش مهم نیست. ترانسپرنسی معلوم میشه سیاه نمیشه خراب. ترانسپرنسی که چقدر زیاد میکنه اونقدر مطلبی نیست. جالزی چه میشه؟ زیاد میشه سرش میشه. این ترانسپرنسیش کم میکنه. برایتنس زیاد میکنه. برایتنس زیاد کم اینیم سفید میشه خب مگر پشت سرش چی؟ معلوم نمیشه. فهمیدی؟ سفید میشه مگر پشت سرش چی معلوم نمیشه. اگر مکمل یک دانم باشه. فهمید یعنی مطلبش که ترانسپرنسی و ترانسپرنسی که زیاد شد جال واره پشت سر شرط چی معلوم میشه. یعنی که سفیدی زیاد میشه مگر پشت سرش چی معلوم نمیشه. خود این طرف که میان خودش سیاه میشه یعنی او خود ترانسپرنسی خود زیاد نمیشه. یعنی ترانسپرنسی جال زیاد میشه پشت سر یزی جال کلان میشه معلوم میشه. این شیپ واره این که ماس مربوط شیپ میشه که روتیت شیپ میکنی هم روتیکس ادا میکنی بود شیپ میخونیم مگر روتیکسی می فنده نمیشه. میگه دانش کجا میشه شیپ که انتخاب کنی تا شیپ برای کلی کمانده ای را میخونی. مثال اگر یک چیز تو نوشته کرده باشی جیسے کہ زمانے کے روٹیٹ کے نوشتہ روٹیٹ شو یا نشو شیپ است دیگه رنگشان است کدام بینش رنگ است این روتیت شوا یا نشو. خیلی درس بعدی خود شیپ است. درس ما شما که بود کجا بود؟ یعنی کمانده ها بود هایلایت بود و امی غیر بس است شما بخیر دیگه اندیکیتر بس میکنه. کدام بخشش؟ بخش چی؟ یعنی کوکی بخش دیگه کدامش بانه؟ جلندو بس است چی؟ خیر او بسر می که شما 3 زنجیر تا میخواه حالی نمیخواد